گولده زنی ساخته کارخونه کریستینسن آرم و در کالیبر 6.5 پیاسی. لول کربونه. اینا اولین کمپانی بودن که لول کربون رو معرفی کردن. البته الان کارخونه های مختلفی میزنن. شما بگم مدل ریج لاین 6.5 پیارسی. 6.5 پیارسی یکی از کالیبراییه که خیلی الان داغه، همه در به در دنبالشن. حالا من تو این پیج معرفی هم کردم دیگه. این هم که حساب از این گلنگمنشه که از این چیزی هست. کل پکیج با هم میاد با این دوربین ورتکس. خب خیلی عجیب و غریب نیست البته دیگه. با هم سرهم کردن. اینم قیمتش که میخواین دایموند بک 416 مدل دوربین ورتکس. تفنگ‌های خیلی خوبی هن، خیلی سبکن و یه هوا از تفنگ‌های تجاری معمولی که اونجا میبینین کلا چیده شده بهتره. بله.